الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في مدح حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف التجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وآله وصحبه. اما بعد، حضار گرامی و خواهران محترم، الله تبارک و تعالی را ثنا و صفت و شکر میگوییم از این که الله تعالی این سعادت و این توفیق را عنایت فرمود که در این روز پر برکت، در این روز با ارزش، برای انجام دادن یک فریضه بسیار مهم در این جایگاه جمع شده ایم. گرچه نفس و شیطان هر انسانی را وادار می کند به سوی غفلت، به سوی سستی، اما این لطف الله، این کرم الله نصیب ما گشت که در این جمع برای این انجام فریضه در این ساعات اولیه جمع بشویم. ارزش این لحظات را، ارزش این جمع شدنها را، ارزش این شرکت در نماز جمعه و جماعت را ما زمانی خواهیم دانست که از این دنیا رخت سفر ببندیم. مردمان را سر به سر در خواب و دان گشت و بیدار آن که رفت زین جهان. شاعر میگوید همه انسانها را شما امروز در خواب و غفلت میدانید و میبینید. اکثر انسانها در خواب غفلت گرفتارند
در لهو و لعب و نفس پرستی و شیطان پرستی گرفتارند و خواب و غافلند. گشت و بیدار آن که او رفت وین جهان، اون کسی بیدار می شود، آن کسی متوجه می شود که از این دنیا رخت سفر بسته. آنگاه بیداری هم سودی ندارد جز افسوس و اندوه، هیچ چیزی نصیب انسان نمی شود. چه زیباست که ما قبل از این که به آن روز حسرت، به آن روز غم و اندوه برسیم، بیدار بشویم و به فکر آبادی آن روز بپردازیم و غفلت و سستی را از خود به دور نگه داریم. آیاتی خدمت شما تلاوت گردید. الله تعالی در این آیه انسانها را متذکر می شود و می فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا این انسانها چنین میپندارند، چنین گمان میکنند، چنین فکر میکنند این که رها کرده میشوند الله اینها را همین طور لگام گسیخته رها میکند؟ هرچه بخورند، هرچه بکنند، هر عملی انجام بدهند اختیار دارند، اونا را الله همین طور رها میکند. ان یقولوا آمنا، این که فقط بگویند ما ایمان آورده ایم، فقط همین که بگوید من مسلمانم و ایمان آورده ام، آیا برای نجات یک انسان همین بسه؟ همین کفایت میکنه؟ همین تنها ایمان میگه من ایمان آورده ام، هیچ خبری از عمل، هیچ خبری از مقتضای ایمان که ایمانی که ما آورده ایم از ما چه میخواهد، ما را به چه چیزی دستور میدهد، به ما چه فرمانی میدهد، ایمان و اسلام از ما چه میخواهند که چه وظایفی داریم، از چه اعمالی ما را منع میکنند و به چه اعمالی دستور میدهند. آیا این خبر دارد یا نه؟ احسب الناس، آیا مردم اینطور گمان میکنند این که رها کرده میشوند تنها ان یقولوا آمنا، که بگویند تنها بگویند ما ایمان آورده ایم و بس، و هم لا یفتنون، حالان که اونها دوچار فتنه، دوچار آزمایشات، دوچار آزمایش های گوناگون نشوند، بدون از آزمایش، بدون از امتحان، بدون از هیچ عملی این آیا به بهشت می رود؟ الله میگه این فکر شما، این اندیشه شما کاملا غلطه، این طور نیست. الله میگه ولقد فتن الذین من قبلهم، متوجه باشید، بیدار باشید، توجه بکنید. اینطور تنها با گفتن آمنا نجات حاصل نمی کنید. چرا؟ ولقد فتن الذین من قبلهم، به درستی که ما مورد امتحان، مورد آزمایش، مورد بلاها و گرفتاری های گوناگونی انسانهایی را که قبل از شما بوده اند، انبیا را، صالحین را، نیکان را، بدان را، همه را مورد امتحان قرار دادیم. چرا؟ تا این که ما ظاهر کنیم، تا این که بدانیم، چون الله میداند، بلکه الله میخواهد به بندگان دیگر نشان بدهد،
بندگان صالح و بندگان ثابت قدم، بندگانی که راسخ در ایمان هستند، بندگانی که ایمان کاملی همراه با عمل دارند، آنها را به نمایش بگذارد، به دیگران نشان بدهد که بندگانی دارم که آنها تنها بر آمنا اکتفا نکرده، بلکه آنها بر مقتضای ایمان، بر دستورات ایمان، بر خواسته های ایمان عمل کرده اند و ذره ای آنها در وجود خود، در زندگی خود غفلت را راه نداده اند. الله تعالی میخواهد با این آوردن امتحانات، آزمایشاتی که بر قومهای قبلی آورده بر شما هم می آورد، تا این که الله تعالی می خواهد ظاهر کند الذین صدقوا، آنهایی که با صداقت خودشون را نشان دادن، راست گفتن، آمنا گفتن، با صدق دل، با عمل، با کردار، با اخلاق، با اینها همراه بوده، نشان دادن که واقعا ما مؤمن کامل هستیم. الله میخواد نشان بدهد آن کسانی را که صدقوا، صادق بودن، و اونهایی که و میخواد الله تعالی آشکار کند اونهایی را که کاذبین بودن، دروغگو بودن. فقط ایمان در زبان بود، ایمان فقط در زبان و بر همین گفته بود و در از عمل هیچ نوع اثری دیده نمی شود. حضار محترم، الله تعالی مؤمنین را دوست دارد، ولی همان ایمانی را و همان ایمانی که مقابل نجاته که آن ایمان همراه عمل باشد، ایمانی باشد که صادقانه باشد، ایمان دروغین را، ایمان زبانی را الله تعالی نمی پسندد. الله تعالی امتحانات می آورد، انبیاها را امتحان کرده، رسول را امتحان کرده، صادقین را امتحان کرده، تا صداقت آنها و اون راستگویی آنها و آن ایمان آنها برای دیگران ظاهر بشه و دیگران بدانند که الله تعالی همچنان بندگان صادقی دارد و همچنان بندگان عابدی دارد. و در جای دیگر الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. الله با کلمات زیبای خود در کلام خودش، با کلام زیبای خودش مؤمنین را خطاب می کند و الله تعالی با این کلمات زیبا مؤمنین را خطاب کرده، می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مواظب باشید ای اهل ایمان، هلاک و نابود نکند، به هلاکت نکشاند شما را اموال شما و اولاد شما. مواظب باشید دچار حب مال، دچار حب اولاد نشوید که حب اینها، محبت بیش از حد اینها باعث هلاکت شما در دنیا میشه، باعث گمراهی شما از الله، از راه الله میشود. مواظب باشید ای اهل ایمان، شما را مال شما و اولاد شما از ذکر الله غافل نکند. ذکر الله این وسیع، بهترین ذکر الله نماز، بهترین ذکر الله شرکت در نماز جماعت، در نماز جمعه، در جماعت و تبلیغ در راه های خیر. الله میگه ای اهل ایمان مواظب باشید شما را هلاک نکند،
شما را گمراه نکند و شما را غافل نکند اموال شما، اولاد شما از ذکر خدا. و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. هر کسی این اعمال را انجام بدهد، هر انسانی این گرفتار این اعمال بشود، گرفتار حب مال، گرفتار حب جاه، گرفتار حب زن و فرزند بشود، گوش به فرمان آنها باشد، تمام هم و غمش را برای آنها مصرف کند و از یاد الله، از ذکر الله، از نماز جماعت، از عبادت الله غافل باشد، فاولئک هم الخاسرون. اینها در خساره اند، اینها در بدبختی اند، اینها به خساره گرفتار شده اند. چقدر سخته که الله ما را متوجه می کند که ای اهل ایمان مواظب باشید، این حب بی حد مال، حب بیش از حد اولاد و فرزند شما را از نماز، از ذکر خودش، از ذکر الله غافل نکند. چون اگر گرفتار این اعمال شدید شما جزو زیانکاران می شوید، جزو خساره کاران می شوید. لذا حضار محترم بیاییم خود را بسازیم و ما باید برای دین الله بیدار باشیم. تنها گفتن آمنا کفایت نمی کند. اگر تنها گفتن آمنا کفایت می کرد، چرا رسول اکرم هزارها مصیبت مشکلات را تحمل می کند؟ چرا شب و روز پیغمبر گرامی دشنام و بد و بیراه و اذیت و آزار مشرکین و ملحدین و قریش را تحمل می کنه؟ آن روز را هم ما بیاد بیاوریم که در تاریخ آمده که رسول اکرم وقتی آمد برای طواف کعبه، وقتی دور کعبه برای رضای الهی شروع به طواف کرد، قریش دور بر کعبه نشسته بودند و حلقه می زدند و رسول اکرم را به تمسخر گرفته بودند و او را طعنه می زدند، او را بد و بیراه می گفتند. اما رسول اکرم به حرفهای آنها توجه نمی کرد و همانطور به همان طوافی که عبادت الله بود ادامه می داد. گرچه بر چهره زیبای پیغمبر اثر ناراحتی، اثر غم، اثر آثار هم و غم ظاهر بود، اما همانطور به طواف خودش ادامه میداد. روز بعد هم به همین شکل رسول اکرم وارد حرم می شود و شروع می کند به عبادت الله، به طواف. باز هم همان مشرکین و ملحدینی که از الله بدورند پیغمبر گرامی را مسخره می کنند، بعد از اون همه ایشون یک پارچه بر رسول اکرم حمله می کنند و یکی از آنها چادری را به گردن پیغمبر می پیچد و آن را تاب می دهد و پیغمبر را می خواهد خفه کند و پیغمبر را می خواهد از بین ببرد. در همین حال ابوبکر صدیق گریه کنان به سوی پیغمبر می دود و می گوید اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا شما انسانی را می کشید، انسانی را خفه می کنید که اون می گوید رب من الله؟ ای را می کشید. چه جرمی کرده؟ جرمی ندارد، این جرم نیست. چرا شما این بنده خدا را که میگوید رب من الله او را خفه می کنید و او را می خواهید بکشید؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا شما میکشید، میخواهید بکشید انسانی را که میگوید رب من الله؟
آن انسان رسول اکرم بود برای نجات آنها، برای هدایت آنها این رنجها را، این سختیها را، این مشکلات را، این اذیت و آزار را تحمل می کرد. حضار گرامی، امروز ما به سبب غفلت، به سبب این که همین گمان را داریم که تنها بگیم آمنا، ما ایمان آورده ایم، بر همین اکتفا کرده ایم و بر عمل و در عمل خیلی کوتاهیم، ولذا تنها آمنا ما را نجات نمی دهد، تنها ایمان زبانی ما را نجات نمی دهد. دیشب جوانی را در مسجد ملاقات کردیم، آمد گفت که ای مولوی صاحب، امروز ما در جامعه خودمون میبینیم زنان ما به غفلت گرفتارند. امروز جامعه ما دارد رو به غفلت، رو به غربه، به اون فرهنگ غربی ها می رود. امروز در عروسی های ما زنها خودشون ارگ می آورند، زنهای رقاصه، زنهایی که از شهرستان دیگر آمده با انواع آلات موسیقی، لهو و لعب در مجلس عروسی های ما مسلمان ها دعوت کرده می شوند و انواع و اقسام رقص های مبتذلی انجام می دهند و جامعه ما را دارند به گمراهی می کشانند. وقتی این داستان را این حرف را بیان کرد، من بیاد چند سال قبل همسایه در یک کوچه من کرای نشین بودم، در جلوی خانه ما عروسی برپا شد. من صاحب عروسی را هم می شناختم، پدرشم را می شناختم، پدر بزرگش را هم می شناختم. بعد از اون در همین کوچه انقدر اینها در این مراسم خودشون ارگ آورده بودند و رقص و موسیقی و انقدر سر و صدایی انداخته بودند که کل کوچه را با این صدای وحشتناک خودشون بالاخره مشغول کرده بودند. 1 ساعت 2 ساعت صبر کردم. وقت مطالعه من بود، باید مطالعه می کردم، فردا باید درس می دادم. هرچی 1 ساعت 2 ساعت صبر کردم شاید این رقص و موسیقی آنها تمام بشود، ولی تمام نشد. هم میخواستم مطالعه کنم، داخل اتاقها گرم بود، باید بیرون می نشستم، نتونستم خودم بالاخره مطالعه کردم. رفتم داخل خانه، صدایم را بلند کردم، می شناختم، گفتم شما را می شناسم، تو فرزند فلانی، پدرت صالح بود و پدر بزرگت هم صالحه. این وضعیت و این عروسی با این کیفیت زشت برای شما نابابه و این درست نیست و حرام و ناجائزه. بالاخره با توانستم آن مجلس ناباب آنها را به هم بزنم، اون ارگی را بیرون کردم. بعد از 10 سال گذشت، جوانی جلوی من را گرفت، گفت من را میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همان همسایه شما هستم که 10 سال قبل من در عروسی خودم ارگ آورده بودم و اون عروسی من را شما آمدید با چند تا سخن بالاخره اون مجلس ما را به هم زدید و من همون فردم. یک شکل بسیار عجیب و غریبی داد. گفتم خب الان چی؟ گفت الان من را میبینی، من معتاد شده ام، من به سبب اعتیاد همسرم را از من گرفته اند، من هم معتادم هم همسرم از دست رفته و تمام زندگیم را من به باد رفته. گفتم بالاخره تأثیر گناه هم بالاخره همین طور می شود، راهی دارد، توبه کن، استغفار بکن، توبه و استغفار تو را نجات می دهد. لذا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره
و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی یک اعمال نیکی انجام بدهد گاه وقتی ثمره آن را در همین دنیا می‌بیند و هر کسی اعمال بدی انجام بدهد گاهی آثار بد آن هم در همین دنیا دیده می‌شود. یک حدیث را می‌خوانم چون فرصت کمه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاهی شما دیدید که امرای شما، امیران شما، حاکمان شما، ریشسفیدان و سران شما خیارکم افراد بهترین بودند، وقتی شما در جامعه خود دیدید اون افراد حاکم شما، ریشسفیدان و سرداران و زمامداران شما افراد بهترین شما بودند، از لحاظ دین، از لحاظ تقوا، از لحاظ عبادت بهترین شما بودند. این یک. و همچنان هرگاهی که شما دیدید اغنیای شما سخیمنترین بودند، افراد با سخاوتی بودند، اغنیای اونهایی که الله به آنها مال و ثروت داده، هرگاهی شما دیدید که این اغنیای شما آنها آدمان سخی بودند، دست و دل آنها فراخ بود. و سومی و امرکم شورا بینکم، و هرگاهی که معامله شما، کارهای شما با مشورت انجام میگیرد بدانید فظهر الارض خیر من بطن. ظاهر زمین یعنی زندگی بر روی زمین، زندگی شما بر روی زمین، زنده ماندن شما بر روی زمین برای شما بهتره از زندگی زیر زمین. اما فرمود اگر معامله برعکس بشود، اگر حکام شما، اگر سران شما، اگر ریشسفیدان شما، اگر زمامداران امور شما بدترین افراد باشند، عدل نکنند، دینشون ضعیفه، ایمانشون ضعیفه، کردارشون بده، این یک. و همچنین اغنیای شما اون افراد بخیل باشند، در انفاق کار بخل را در پیش گرفته، اغنیای شما بخیل باشند، به هیچ راه خیری کمک نمی کنند. و سومین امر وقتی و فرمان امور و اختیارات شما به دست زنها واگذار بشه، اون زنها بر شما حکومت بکنن، فبطن الارض خیر من ظهرها غالبا، یعنی زیر زمین برای شما از روی زمین بهتره، بمیرید بهتره، زیر خاک برید بهتره. از این زندگی که شما دارید، از این زندگی که ایمانی ندارید، اعمالی ندارید، کرداری ندارید، اغنیای شما بخیلن و اون زمامدار شما، اختیار و فرمان شما به دست زنهای مرد بهتره، بمیرید بهتره. اما الحمدلله در جامعه ما این طور نیست. الحمدلله داریم اغنیایی که دین دارن، آنها بخیل نیستن، داریم افرادی که امر اونها به مشورت، ولی روی این سخن، این حدیث بالاخره متذکر میشه که همچنان افرادی در جامعه پیدا میشوند. هرگاهی این افراد در جامعه بودند، پس زندگی زیر زمین برای شما از زندگی روی زمین بهتره. زنده نباشید بهتره، بهتره که بمیرید. الله تعالی زندگی با ایمانی به ما بدهد و ما را الله تعالی زندگی با عزت و با ایمان همراه با عمل عنایت بفرماید. و ما علینا الا البلاغ المبین.